دمون این یه جوره اشانتیون واسه پکیج ساخته کاورمون، چون خیلی کارش راحته. امیدوارم که منو حمایت کنید. من اینجا یه دونه عکس، حالا بعدا در مورد پکیج توضیح میدم. من اینجا یه دونه عکس گذاشتم، حالا عکس به دلخواه خودتون. من عکس طبیعت رو دوست داشتم، البته به رنگاش بستگی داره. حالا که دوست داره عکس شهر رو بذاره، یکی دوست داره عکس چراغ رو بذاره. خب خلاصه به رنگاش دقت کنید و به دلخواه خودتون انجامش بدید. حالا یه عکس رو به انتخاب خودتون از یه سایت یا چیزی وردارید. بله، میرم سراغ کار. حالا من از جایی که دوست دارم برش میدم عکس. حالا من از اینجا دوست دارم برشش بدم. نه اینجا خیلی زیادی بالاست، رنگا چیز میشه. بله ببخشید. خب اینجا رو من جدا میکنم. بله دیدید که چجوری جدا کردم و میارمش توی لایه سفید. من قبلا ایجاد کردم لایه سفید که 100% میدید چجوریه. بله این الان عکس اینجوریه. حالا این عکس ما اینجوریه. من کنترل منها گرفتم، این عکس رو اینجوری میکنم. ببینید، توجه کنید. ثبت میکنم تا این پرش. بله ببینید اینم از عکسمون. فقط من زیادی کشیدمش، یه خورده بیکیفیت شده. پایین تر بیارمش بهتره. بله اینم از عکسمون. ثبت میکنم. کامپیوترم دیگه خسته شده واقعا. انقدر دیگه امروز باش این پکیج رو کار کردم، بستم و گفتم آقا این نمیشه، به درد نمیخوره، بعد خسته شده دیگه 100% میشه. بله من اینو میارم این ورتر، میام رو لایه پایینی کنترل. ببینید این عکس، حالا من از سالات این عکس این حالا مدل زیباش یه جورایی قاطی پاتی شده. میدونید که چی میگم خودتون. بعد من میام اینجا، اگه دوست داشتید اینجا رنگش ببخشید اینجا میتونید سیاه سفیدش کنید، یعنی به نسبت سفیدی ببرینش به نسبت مشی. اینجا رنگش تغییره، میتونید اینجا تغییر بدید. مثلا میتونید این رنگش کنید، این رنگش کنید، این رنگش کنید. ببینید انواع و اقسام رنگا رو میتونید بهش بزنید. مثلا این رنگ ببینید چقدر زیباست. من این رنگ رو انتخاب میکنم چون واقعا زیباست. توی پکیج خیلی خوشگل میشه. میگم توی پکیج، توی کاور مثلا میخواد برای خواننده کاور بزنید، مثلا خواننده های رپ که دیگه اینا خوراکشونه. بله یه پس زمینه به دلخواه خودتون حالا انتخاب میکنید. من رو یه رنگ زیبا به دلخواه خودتون انتخاب کنید. چه رنگی انتخاب کنم؟ من این رنگو، این رنگش، این آبجکت حدوداً سفیدش یه با قاطی پاتی نشه. ثبت میکنم تا چه سبز زد. آها اینو باید اینجا بیاری. حالا باید بزنیم. بله اینه. حالا من کاری ندارم به رنگ پس زمینش، میتونیم همین الان عوضش کنیم، مثلا به این رنگ، این رنگ. پس زمینش به دلخواه خودتونه. من همین الان یهوی پس زمینه زدم، مثلا این الان برای خواننده زنه یه جورایی. میتونید خیلی سبکا میتونید توش انجام بدید. حالا خیلی چیزا میتونید توش انجام بدید رو این کار. بله خیلی چیز زیباییه این.
و من فونتام چون زیاده یه خورده دیر میاره. من استاپ میکنم تا فونتام بیاره دیگه، شما منتظر نشید. بله فونتام آورد. فونتو تبدیل به چی کنم؟ میبینید که فونتام خیلی زیاده. یه فونت زیبا میخوام روش بزنم. این فونت مثال میزنم، اگه انگلیسی نه، اگه انگلیسی باشه البته. با رنگ تقریبا سفید، تقریبا بین سفید و مشکی. لایه بالایی باید فونتو میزدم، نیفته زیر این لایه. بله انگلیسیه. خوبیش این بود که انگلیسی بود. حالا من با یه فونت عادی، حالا شما دوست دارید یه فونت دل بخواه یه فونتاش، یکی دوست داره با یه فونت بره. من حالا یه فونتی پیدا، مثلا من با این فونت میرم نویسم شاه. به درد نمیخوره. حالا فونتا قشنگ نیست تو عکس، بعضی فونتا حالا عکسش فقط قشنگه. ثبت میکنم تا بیاره یکم. آره این فونت واقعا مناسب کاره. حس میکنم مناسبه دیگه. بله ببینید دارم یه شایان دارم می نویسم. اینجا نبود. بله یه شایان می نویسم. ببینید چه قشنگی این فونت، واقعا به کار میخوره. 90 درجهش میکنم شایانو. حالا من سراشترشم میکنم اینجا دیگه، برعکس قشنگ. نه این همین ولی بهتر. بله انگاری داره با عکس میاد. یه شیپ اینجا میندازم. با رنگ سبز سرش میارم، مینویسم RS. ببخشید RS. بله حالا من چون شخص مورد نظری پیدا نکردم دارم اسم و لقب کاری خودم میذارم. 90 درجهش میکنم. قشنگی عکس واقعا. یه کار زیبایی هستش. من اینجا اینو به این شکل در میارم. ببینید اینم از کارمون شد. شایان آرس حالا این شد و امیدوارم دوست داشته باشید. خسته نباشید. ما رو حمایت کنید. خداحافظ.